شکر برای بدن زنده خداوند ما عیسی مسیح، یعنی کلیسا. برای اینکه هر یک شنبه که دور هم جمع میشیم، تقریبا هر هفته اینو تکرار میکنم، تنها و تنها یک دلیل در این میان هست و مهمترین دلیل و بنیادی ترین دلیل که این خداوند که او را میپرستیم و به عنوان نجات دهنده و منجی خود پذیرفتیم زنده است. انشالله و شایدی هم در کارش نیست. او زنده است و زندگی تک تک ما شاهدی است بر این مدعا. همواره دست زورآورش، یا به قول مزمور نویس بازوی دراز شدهش، در زندگی ما شاهدی بر این مدعا است. ممنون هستم. هر کدوم از ما شهادت‌های بسیار عالی داریم. زندگی هر کدوم از ما. من پدرم مال کلیسای پنتیکاستی بود، کلیسای جماعت ربانی، ولی میگفت من خیلی از این شفاها و این مسائل خیلی به وجد نمیام، چون کسی که شفا میگیره فردا امکان داره یه اتفاقی براش بیفته. اون کسی که داره فلان عطیه رو به طور خاص از خودش بروز میده امکان داره سقوط کنه. ولی اون چیزی که منو به وجد میاره همون چیزیه که آسمان رو هر دفعه به وجد میاره. و اون میدونید چیه؟ وقتی که یک نفر از شما توبه میکنه و عیسی مسیح رو به عنوان خداوند میپذیره. فکر میکنم تنها جایی باشه که در کلام خدا نوشته شده در اون لحظه چه اتفاقی میفته؟ در آسمان جشن میگیرن. و اون میگفت وقتی که یک مسلمون شیعه اثناعشری مثل خودم این عیسی رو به عنوان خداوند قبول میکنه، چه معجزه‌ای، چه حضوری از این پررنگتر. پس هیچ چیز نمیتونه من رو به وجد بیاره وقتی که چنین شادی رو بارها و بارها در زندگی خودم و در زندگی دیگران تجربه کردم. حتی اگر کسی از مردگان بلند شه، که خدا رو شکر اون هم نشانه است از کار خدا، ولی جای این شادی رو هیچ وقت پر نمیکنه. شکر واقعا برای کارهای خداوند. قرائت امروز در دو بخش هست. بخش اول در عهد جدید هست. میتونید انجیل متی فصل 16 آیات 15 به بعد هست، در اون جایی که عیسی مسیح خداوند ما از پتروس، این واقع قبل از قیام هست، قبل از صلیب هست، عیسی مسیح از پتروس و شاگردان میپرسه شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟ شمعون پتروس پاسخ داد تویی مسیح پسر خدای زنده. عیسی گفت خوشا به حال تویی شمعون پسر یونا، زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من که در آسمان است. من نیز میگویم تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و دروازه های حاویه بر آن استیلا نخواهند یافت. ترجمه قدیم میگفت ابواب جهنم. قرائت بعدی ما یافت میشه در کتاب مراثی ارمیا، در ترجمه هزاره صفحه 1061 هست. کتاب مراثی ارمیا، ارمیای نبی، فصل 3 از آیه 19 میخونم. ببخشید از آیه 19 داره ارمیا اول از اون زهر و تلخی که در کامش هست صحبت میکنه. میگه مصیبت و سرگردانی هم را به یاد آور، اورشلیم خراب شده. افسنتین و زهر تلخ مار، یک تلخی که با هیچ چیز نمیشه اون از بین برد. جانم آنها را پیوسته به یاد میآورد و در درونم افسرده میشوم. آوارگی، ویرانی، اما لیکن به این میاندیشم و از این رو امیدوار خواهم بود محبت‌های خداوند هرگز پایان نمی‌پذیرد، زیرا که رحمت‌های او بی زوال است. هر بامداد تازه می‌شود. وفاداری تو عظیم است. و این مهمه که در اون تلخی و در اون ویرانی
خدا این قوت رو به نبی خودش میده، به کسی که به او اعتماد کرده که چه چیز رو ببینه؟ رحمت‌های خدا که هر روز براش تازه میشه. پدر آسمانی، امروز رو به دستای تو میسپارم و میخوام از طریق کلامت با ما صحبت کنی، سخنان زبانم و تفکر دلهایمان همه منظور نظر تو باشد. آمین. من این مقدار عکس و اینا تهیه کرده بودم، ولی از لحظه‌ای که اومدیم تلویزیون خاموش نمیشد، بعد روشن میشد و خیلی اتفاقات افتاد و من گفتم رامتین آروم باش، بذار همونطور که میخواد بره جلو. چند ثانیه قبل از اینکه سرودا رو بخواید بخونید تلویزیون روشن شد، این پخش شد و خلاصه گفتم اشکالی نداره. به قول یکی از عزیزان میگه همیشه لگدای شریر هست، ولی ما هم خیلی پوستمون از این حرفا کلفتره. بدون عکس و اینا میتونم اون صحنه ها رو برای شما تصویر بکنم. بالاخره ما هم یه چیزایی تو این 20 سالی که خدمت کردیم یاد گرفتیم. به قول یکی از دوستان میگفت تو هم خودت آخوند شدی هم بابات آخوند بوده، بالاخره یه چیزایی بلدیم. خبری هفته گذشته منتشر شد که میخوام با این شروع کنم و تصمیم گرفتم که درباره اون صحبت کنم. حتما همه شما شنیدید، عکس‌هاش رو هم دیدید، ولی برای ما که بچه مشهد هستیم خیلی خبر تلخ بود. میدونم خیلی هم به من زنگ زدن، با من همدردی کردن، ولی به هر حال دوست داشتم در این مورد صحبت کنم. اتفاقی که خیلی نادره، حتی در کشور ایران هم خیلی به ندرت اتفاق افتاده و در سایر کشورهای اسلامی، یعنی تخریب کلیسا. البته میدونید قانونی هست در ایران که اجازه نمیده ما کلیساها رو بازسازی کنیم، یعنی کلیسا میمونه تا خودش خراب بشه و این هم به نوعی تخریب عمدی هستش. یعنی اجازه تعمیر اساسی معمولا داده نمیشه مگر با 1001 زد و بند و رشوه و غیره و از اینجور حرفا. و تا به حال خیلی به ندرت دیده شد. یکی دو مورد شاید من بتونم بگم. و وقتی که اون روز صبح بلند شدیم و عکس‌هاش منتشر شد و مخصوصا خبرگزاری جماران این رو عمدن پخش کرد به عنوان یک خبرگزاری رسمی، یعنی این موضع رسمی ماست، دیگه کسی اشتباه نکرده، دیگه عذرخواهی وجود نداره. و وقتی که به اون عکس‌ها نگاه می‌کردم یاد این خدمت مبارکی که بیش از 100 سال قبل در این کلیسا، در این شهر شروع شده بود افتادم. خدمتی که میشنرهای امریکایی در واقع اون رو شروع کرده بودند با یک درمانگاه خیلی ساده. یک پزشک امریکایی در حدود 1916 میاد اونجا با یه دستیارش، یک اتاق کوچک رو اجاره میکنند. من در بعضی از گزارشات که مال کنسول پاکستان و یکی دو جا کنسول دیگه هست و گزارش‌های رسمی خوندم که همین درمانگاه کوچک که در اون زمان یه چیز غیر ممکنی بود برای اون مردم، پزشکی نوین، داروهای جدید به نسبت اون زمان، امیدی بوده نه فقط برای مردم مشهد، نه فقط برای خراسان بزرگ، بلکه بسیاری از افغانستان و محیط‌های اطراف در واقع می اومدن و از خدمات این درمانگاه کوچک استفاده می کردن. و در سالهایی که بیماری‌های فراگیر وجود داشته، قحطی وجود داشته، بسیاری، شاید هزاران، ده‌ها هزار نفر از خدمات کوچکی که و ساده‌ای که در این میسیونری امریکایی آغاز شده بود استفاده کردن. خب خبر شنیدن در واقع تخریب این کلیسا یه مقدارم جنبه شخصی هم برای من داشت، چون که خود من حدوداً 3 سال در اونجا زندگی کردم، چون که شاید هم بیشتر. پدرم وقتی که اوایل انقلاب سال 58 تقریباً مجبور شد که بیاد مشهد در اصفهان، مشکلاتی براش به وجود آوردن و شبانی در کلیسای اصفهان رو رها کرد، اومدیم ما مشهد. و خب پدر من شروع ایمانش و همه چیزش به نوعی مال کلیسای مشهد است. راستش رو بخواین برنامه این بود که بریم از طریق پاکستان و هند
و پدرم بره اونجا آرزوی دیرینش که مدرسه علم الهی هست رو شروع کنه. و یه روز که من اون روز کاملا به یاد دارم، رفتیم کلیسا، میشینرها رفته بودند، کشیش کلیسا رفته بود، خانمی بودن اونجا اون موقع پا به سن گذاشته به نام جولی خانم، با انرژی، با غیرت همون چراغ رو روشن نگه داشته بود و روی پله نشسته بود. یه روز اتفاقا تابستونم بود و برگشت جولی خانم به پدرم گفت که چه عجب اومدی اینا، و گفت آره ما اصفهان رو ترک کردیم اومدیم یه مدت اینجا. گفت اتفاقا خیلی به موقع اومدی. و یه دعوت خیلی خیلی ساده. و بعد به هر حال نمیدونم چه صحبتایی گذشت، موقع 6-7 سال بیشتر نداشتم که یه دفعه دیدیم اسباب و وسایل ما از خونه مادر بزرگم که در مشهد بود منتقل شد به ساختمان کلیسای مشهد و پدرم کشیش کلیسا شد و حدود 3 سال اونجا پدرم خدمت کرد. بارها و بارها چه بعضی از مسیحیانی که داخل شهر زندگی میکردن و همینطور از افرادی که به هر حال افراد سرشناس شهر بودن به کلیسا مراجعه کردن، به دفتر پدرم اومدن و بهشون توصیه کردن روزها و شرایط فرق کرده، بهتره که یه مدتی بشارت ندید، بهتره یه مدتی حرفایی که در داخل کلیسا با هم دیگه میزنید در داخل کلیسا باقی بمونه. یکی از اونا رو پدرم تعریف میکرد از فردی که بسیارم گویا به پدرم علاقه داشت و از سر خیرخواهی اومده بود و این پیشنهاد رو میکرد و گفته بود خیلی ها نقشه دارن ساختمان رو بگیرن ببندن در کلیسا رو. و یه جمله‌ای گفته بود به ایشون، گفته بود که فلانی این عیسی رو تو قلب خودت نگه دار، این عیسی رو توی همین سالن سنکچوری نگه دار، ما بهش میگفتیم نمازخونه، این عیسی رو همینجا نگرش دار. فعلا صلاح نیست درباره این عیسی بیرون از این دیوارها صحبت کنی اگر میخوای کلیسا رو حفظ کنی. و پدرم بهش گفته، اینو بارها از زبانش شنیدم، گفته بود ببین من نمیتونم و اصلا اجازه ندارم اون عیسی که شناختم، اون عیسی که در زندگی من اینطور با محبت عمل کرده رو فقط در دل خودم مخفی کنم. و اون عیسی که مد نظر توه اگر توی این ساختمون محبوس بشه، اینجا دیگه کلیسا نیست، اینجا یه موزه است که یه جسد مومیایی رو داره نگه میداره. اون عیسی زنده اینجا محبوس نمیشه، محدود به این دیوارها نیست. و بر اثر فشارها خب عده‌ای از رهبران کلیسا اینجور صلاح دیدن و به پدرم گفتن پس ما میخوایم که همکاری خودمون رو با شما به اتمام برسونیم. و پدر من با خوشحالی، نه اینکه خوشحال شده، با شادی بدون اینکه ناراحت بشه، مسیر اونها از هم جدا شد. و در همون حد فاصل ما خونه‌ای ساخته بودیم در شهر مشهد و تقریبا بعد از انقلاب فکر میکنم اولین کلیسای خونگی از خونه ما شروع شد. یعنی جایی که افراد و جوانانی که جذب کلیسا شده بودن در اون 1-2 سال بشارت پدرم تصمیم گرفتن یه بخشی از اون افراد همراهشون بیان و در داخل خونه ما. و اون خونه که به شما میگم هنوز در مرحله بهش میگن سفتکاری بود، هنوز سفیدکاری نشده بود. یعنی من کاملا به یاد دارم ساعتی میرفتیم مخصوصا زمستونا که نور باشه، این بنه ها میرفتن روزای یک شنبه پدرم گفته بود 1 ساعت زودتر برن، 1 ساعت زودتر برن و اون حلبیا اون چوبا رو میگذاشتن افراد و روی اون میشستن و کلیسا اینطور به ادامه پیدا کرد که بعداً سفیدکاری و خونه تموم شد. یکی از طبقات رو پدرم به در واقع کلیسا اختصاص داد. و امروز من وقتی که به اون عکس ها نگاه میکردم، به اون خرابه ها نگاه میکردم،
خیلی دلم گرفته بود. خب یه زمانی خونم بوده و سالها وقتی که در اون شهر زندگی می‌کردم، وقتی از کنار اونجا رد می‌شدم، همیشه آرزوم این بود یک بار دیگه برگردیم و توی این کلیسا عبادت کنیم. یادم یکی دو سه بار اجازه گرفتیم رفتیم و من هنوز می‌دیدم اون سرودایی که برای آخرین بار انتخاب شده بود، مزموری که بود و مخصوصاً یه تابلوی نئون خیلی جالبی بود که در حیات کلیسا نصب بود. یعنی هر وقت از اون یکم دری که این ورتر هست، از اون در کوچیکم بود، بالا یکم سرتو میبردی بالا یا دستتو میگرفتی میرفتی بالا، اون تابلو رو میدیدی. و اون تابلو میدونید کدوم تا آیه بود؟ همون آیه که الان برای شما خوندم از از انجیل متی فصل 16، آیه‌ای که عیسی به پتروس میگه من کلیسای خود را بر چه بنا میکنم؟ بر این صخره و ابواب جهنم بر اون تسلی نخواهند یافت. یکی از دوستان من که هنوز در شهر مشهد زندگی میکنه برای من یه عکسی فرستاد و گفت عجیبه، در لابلای این ویرانه ها من این تابلو رو هم دیدم و در واقع این سوال رو از من داشت: الان آیا این آیه تحقق پیدا کرده؟ آیا این آیه هنوز قوت داره؟ وقتی داشتم با یکی از عزیزان دیشب صحبت می‌کردم، همین روحیه رو داشتم، گفتم برای این موضوع حق هست که گریه کنیم. ولی یک چیز در قلبم هست، عزاداری نمی کنیم. اونچه که از دست رفته یک تکه‌ای از جان این شهر است، یک تکه‌ای از بدن این شهر است. جایی است که همیشه گواهی میداد ما هم به عنوان بخشی از جامعه ایران خدمت میکنیم و خدمت ما خدمتی است که از روی محبته و تمام این شهر بر این مدعا شهادت میدادند و خدا رو شکر برای این خوشنامی. من میدونم الان فقط مسیحیان نیستن که اندوهگینند. من الان میدونم فقط مسیحیان نیستن که شاید مثل من گریه میکنند، بلکه بسیاری از داستانها در این شهر وجود داره. تقریبا نسل اول و دوم پرستارایی که شاید خیلی از اونها فوت کردن، از جمله مادر بزرگ من و خاله پدر من، محصول اولین مدرسه پرستاری هستند که همین میسیونرها در شهر افتتاح کردند. مادر بزرگ من میگفت پدرم فوت کرده بود، 3 تا دختر بودیم، مادرم هم از هزینه ها بر نمی اومد و یه دفعه وقتی که شنیدم مدرسه پرستاری دخترهای بالاتر از 16 سال رو میپذیره یا 14 سال رو، فقط با سیکل اول، یعنی 6 کلاس اول، چون هیچ راهی برای کار خانم‌ها تو شهر نبود. میگفت من و خواهرم، اول من و بعد از یه مدتی خواهرم رفتیم اونجا. برای خیلیا نه فقط شغل، بلکه مفری برای استقلال، برای هویت در این شهر به طرق مختلف. مدارسی که اونجا باز شد، محال بسیاری از افراد، خانواده من، خانواده های دیگه که شاید مسیح رو نمیشناسن، فراموش کنن که چطور چند میسیونر ساده
در سادگی تمام، با حداقل امکانات. دارم صحبت از جنگ جهانی اول میکنم، دارم صحبت از جنگ جهانی دوم میکنم، دارم صحبت از زمانی میکنم که حدود 10 یا 20% از مردم کشور ما در قحطی و وبا فوت کردند و این مردان و زنان کشور امن خودشون در اون زمان، کشور راحت خودشون رو رها کردن و اومدن و هزاران هزار نفر رو خدمت کردن و این یادگاری رو به جا گذاشتن. و اون کسانی که این کار رو کردن و رسما اینو اعلام کردن، شاید تصورشون اینه اون چیزی که شروع شده بالاخره ما یه روز تمام کردیم، بالاخره ما یه روز آثارش رو از بین بردیم. ولی عزیزان، یه نکته که کاملا همه ما تو زندگیمون چشیدیم، محبت و آثارش و ثمراتش غیر ممکنه که فراموش بشه و از بین بره. ارمیا وقتی که در میان این خاکستر و در میان این آوارها داشت گریه میکرد مثل امروز، چیزی که نتونست فراموش کنه عهدی رو که خدا در وفاداریش هیچگاه با قوم خودش ترک نکرده بود. امروز اون ثمرات برای مردمی هست که شاید به عیسی ایمان نیارن، ولی اون چه که من رو امروز امیدوار میکنه علاوه بر اون ثمرات، عهدی است که خدا در این خدمات با ما و با مردم اون شهر بست. از اولین کسانی که وارد اون شهر شدند، کار ندارم به ملیتشون، بسیاری از این افراد بودن هندی بودن، کتابی هست حالا نوشته شده، بسیار از این اسامی از کشور روسیه زمانی که اکتبر 1917 بود اومدن مسیحا و موندن و خدمت کردن و چقدر تأثیرگذار بود. خیلی از خدمات دیده نمیشه، خیلی از خدمات شاید اساساً دیگه حتی در گوشه‌ای از تاریخ هم ثبت نشده باشه، ولی گوشه گوشه این شهر امروز مالامال هست از ثمرات خدمات این مردان و زنان خدا. ولی به هر حال امروز خدا اجازه داد در مشهد، در این شهری که اینطور کلیسای مسیح او را خدمت کرده بود، اینطور این دیوارها فرو بریزه. همونطور که یک روز اجازه داد برای ارمیا و قوم خدا معبد ویران بشه، دیوارهای اورشلیم فرو بریزه. برای یک یهودی در اون زمان معبد فقط یک ساختمان نبود، مرکز عبادت بود، مرکز هویت و نماد حضور خدا بود. و بسیاری بعد از اینکه معبد از بین رفت، بعد از اینکه قدم به قدم در مسیر اسارت به سمت بابل گام برمی داشتند، سوال می کردند خدا را امروز چطور میشه یافت؟ و اینجا بود که پاسخ خدا اونها را عوض کرد. خدا در اون ساختمان ها اسیر نیست، خدا در وعده های خودش جاریه. خدا به ارمیا نگفت گریه نکن، نگفت درد رو نادیده بگیر، نگفت وانمود کن اتفاقی نیفته. و میدونیم کتاب مراثی یکی از دردناکترین کتاب‌های کتاب مقدسه. و امروز ایمان مسیحی ما هم این نیست که برای این اتفاق شادی کنیم و بگیم خب به هر حال اینطور شد، قضیه تمام شد. نه. اما اون چه که امروز برای ما مهم است، ما هم گریه می‌کنیم. مسیح بر سر قبر ایلعازر هم گریه کرد و اشک ریختن نشانه ضعف نیست، اشک ریختن نشانه درک محبتیه که این تصاویر به ما میده. من مطمئنم امروز هزاران هزار نفر که از کنار این خرابه ها رد میشند، داستان ها رو به یاد میارند. اون آجرها خراب شده ولی محبت و آثارش همچنان باقی خواهند ماند.
احسانهای خداوند از طریق مردان و زنان خدا در این شهر مثل یک عطر خوشبو منتشر شده و احسانهای خدا تلف نمیشه. این ایمان ماست، چون هر روز صبح رحمتهای خدا به نوعی دیگر برای ما تازه میشه. این چیزی بود که ارمیا در اون ویرانه ها دید. این چیزی بود که ارمیا وقتی که داشت به خرابه های معبد نگاه میکرد به یاد خودش آورد و در واقع روح خدا این رو به یادش آورد. و این همون تفاوتی است میان ایمانی که بر وفاداری خدا قرار گرفته و همواره در هر وضعیت امیدوار میمونه و کسی که تنها و تنها به این ابزار انسانی نگاه میکنه. خدا اجازه میده یوسف به زندان بره، خدا اجازه میده داوود سالها فراری باشه، خدا اجازه میده نبیش مرد خدا ایلیا به کجا پناه ببره؟ به یک غار پناه ببره. خدا حتی اجازه میده، ما خوندیم کتاب اعمال رسولان رو، که شاگردان رسولان او اینطور پراکنده بشن. حتی او اجازه داد برای اینکه تاریخ نجات اون نقطه عطف خودش رو ببینه، پسرش بر روی صلیب بره. ولی عزیزان، نه صلیب پایان کار بود، نه ویرانی معبد پایان کار بود، نه داوود فراری به سرنوشت محتوم خودش گرفتار شد، و نه شاگردان وقتی که اورشلیم رو ترک کردن ایمان خودشون رو از دست دادن. چرا؟ چون خدا میدونست پایان اون چیزی که او در نقشه خودش قرار داده پیروزی است که برای لشکر او خواهد بود. خدا فقط آغازها رو نیافریده. من هفته‌های گذشته خدمتتون گفتم ما خدایی رو داریم پرستش میکنیم، ما خدایی رو به عنوان نجات دهنده و منجی خودمون پذیرفتیم که فقط آغازها رو نیافرید. امروز بازوی دراز شدهش در تاریخ داره دخالت میکنه، چون پایان هم در دستان اوست. و اگر آغاز نیکو بود، درسته؟ به کلام خدا ایمان داریم یا نه؟ در پیدایش باب اول چی میگه؟ هر آن چیزی که او آفرید بعدش یه بهبه و چهچهی هست. نویسنده اینطور میگه چی؟ نیکوست، نیکو بود، نیکوست، نیکو بود. اگر این خدای آغازها نیکوست، هاشا از من که فکر کنم خدای پایان غیر از این باشه. نیکوست، امروز، دیروز و تا ابدالآباد او همان است. این چیزی است که امید ما رو میسازه، حتی وقتی که به خرابه ها نگاه میکنیم. بارها و بارها این خرابه ها و این دربدری ها و این آوارگی ها در کلام خدا و تاریخ نجات نشون داده که چطور برای مؤمنین و کسانی که به وفاداری خدا اعتماد میکنن این ویرانی ها و این مرگ و این دربدری مقدمه پیروزی بوده. پره اون چه که انسان میبنده خدا با درایت خودش و با قوت خودش میگشاید. هفته گذشته وقتی از زبان مزمور نویس با شما صحبت کردم گفتم راه های خداوند، جایی که او راهی رو باز میکنه، مثل چی هست؟ مثل راهی که در دریا باز میشه. و چه کسانی میتونن این راه رو ببینن؟ چه کسانی میتونن در دریا گم نشن؟ چه کسانی میتونن در این ویرانی و آوارگی گم نشند؟ کسانی که به مسیح چسبیدن. گفتم مثال اون کشتی رو، وقتی که کشتی در دریا میره تا چند ده متر یا شاید چند صد متر اون راه پشت سرش آشکاره. و راه های خداوند چون باید با ایمان برای ما آشکار بشه، زمانی آشکار میشه که به او چسبیدیم. و حتی در ویرانی و آوارگی و مرگ هم انسان وفادار این رو به خاطر میاره که آنچه را که خدا بنا کرده محال انسان اون رو ویران کنه. این کلیسا فقط یک ساختمون نبود. این کلیسا آشکارا شهادت میداد بر خدمت مسیحیان. پس کسانی که امروز
تصمیم گرفتن با بولدوزر این ساختمان رو خراب کنن. فکر کردن میتونن چی رو خراب کنند؟ آثاری که محبت خدا در دل مردم به جا گذاشته. چقدر ساده اندیش، چقدر ساده اندیش. این نشون میده که چقدر امروز حتی در این شهر مذهبی عشاق مسیح فراوان شدن. چیزی که دیگه نمیشه انکارش کرد. چیزی که یک زمانی به ما میگفتن توی این درا، توی این چارچوبا محصورش کنید، امروز نه تنها در اون چارچوب ها محصور نشده، بلکه بر اساس همون وعده‌ای که در کلام خدا گفته شده. چه اتفاقی براش افتاده؟ در پشت بام ها دارن فریاد میزنن. این عین آیه کلام خداست. میگه چیزی که سعی میکردن یک روز در داخل خانه ها مخفی کنن، امروز در کجا داره با صدای بلند، به آواز بلند برای مردم گفته میشه. امروز اون روزه. امروز خونه ای نیست در این شهر، اینو به جد میگم برای شما، که حالا از طرق مختلفی که ما میدونیم، ماهواره هست، اینترنت هست، مسائل مختلف، افراد کلام مسیح را نشنوند. و میدونید چه اتفاقی میفته؟ بسیاری از افرادی که خب پا به سن گذاشته هستن یا داستانها در ذهنشون هست، وقتی اون رو از اون صفحه تلویزیون میشنوند، وقتی که صفحه اینستاگرامش رو باز میکنه و یک پیام محبت آمیز رو میشنوه، بلافاصله این لینک برقرار میشه. واو، بیش از 30 سال یا 40 سال در این شهر فقط 3 زن فرانسوی، 3 دختر بچه فرانسوی از سنین 17 سالگی اومدن و تا روزی که فوت کردن در این شهر موندن. فقط و فقط اینها میرفتن در خندق‌ها جزامیان رو شستشو میکردن، زخماشون رو میبستن، در خونه هاشون اینا رو آوردن. اولین آسایشگاه جزامیا رو برای ما درست کردن. به ما گفتن اینا اومدن، اینا سرباز امپریالیسمن، اینا پیاده نظام فلان هستن. آخر سرم که همین پیاده نظام ما به دستای خودمون همینجا به خاک سپردیم. چه انگیزه ای در این خانم های فرانسوی بود؟ جزامیان مشهد رو یک زمانی بیرون از شهر داخل یه جایی بهش میگفتن خندق، اسپانیا میگن کال، اسپانیا میگن مادی، ما بهش میگیم کال. توی اون سراشیبیا مینداختن، از دور براشون غذا پهن میکردن. 3 دختر فرانسوی زیر 20 سال، سال دوم رشته پرستاری، خدا با قلبشون صحبت کرد. حدود 70 سال قبل بلند شدن با کامیون. بعضی وقتا خانم گابریل، اون یکی دیگه، داستانشون تعریف میکرده. اون زمان پرواز اینا نبود. با چه مصیبتی خودشون رو رسوندن. شاید 80 سال قبل، حتی 30 سال، 30 و چند سال قبل از انقلاب. و رفتن و این جزامی‌ها رو پیدا کردن. مدت‌ها مردم متحیر بودن. این 3 تا دختر به یکیشون میگفتن مری خوشگله، میگفتن این مری خوشگله و دوستاش چی از جون این جزامی‌ها میخوان؟ این دختر زیبارو. خیلی از اون بازاریا و تجار میگفتن ما زندگیمون رو به پاتون میرسیم، بیاین خونه ما خانومی کنین. و رفتن از یکی یکی خونه های اون شهر گدایی کردن. یه خونه ای رو خریدن در پایین ترین جای مشهد به نام کوی طلاب. خونه ای درست کردن. جزامی‌ها رو اول آوردن اونجا، بعداً مردم به غیرت اومدن، ساختمانی درست کردن. و بعداً این نگهداری از جزامی‌ها در شهرهای دیگه مثل تبریز و جاهای دیگه هم دیده شد. بسیاری از کارهای دیگه. و امروز وقتی کلام خدا از اون صفحه جادویی تلویزیون میاد بیرون، یه بک‌گراندی هست، یه زمینه‌ای هست. این کلام به دل میشینه. چرا؟ چون یه خدمت مؤثر پشتشه. کدوم بولدوزر میتونه اینو خرابش کنه؟ حفظ این ساختمان نشانه قدر شناسی ما بود، هیچ چیز دیگه نبود. فقط نشون میداد ما قدر شناس هستیم، مسیحی یا مسلمون، بیدین، هر چی هستیم. یه زمانی این ساختمان برای ما نماد یک کسانی است که اومدن و ما را خدمت کردن. اوایل انقلاب اینو بگم،
یک یادی بکنم از مردم عزیز کرمانشاه. در یه دهی هست نزدیکی کرمانشاه به نام فراهان. آقای استیدی و همسرش و یکی دو سه تا میسیونر دیگه در اون دهات دفن شدن. اینها کسایی بودن که در اوج قحطی از امریکا اومدن و سالها نه فقط مردم کرمانشاه و دهات‌های اطراف فراهان رو خوراک دادن، بلکه بسیار از کسانی که پدر و مادرشون از دست داده بودن رو حفظ و نگهداری کردن و همونجا هم فوت کردن. اوایل انقلاب، همون روزهای اول یا هفته‌های اول، خبر میرسه به مردم فراهان که قبرستان مسیحی‌ها یا قبرستان جدایی داشتن، میخواد توسط چند نفر، حالا یک فرد ملبسی در بینشون بوده و چند تا حزب اللهی خراب بشه. صبح زود میخوان این کارو بکنن. این داستانی است که معروفه. شبانه مردم از شاید تقریبا 99% مسلمان میان دور این قبرستان سپر انسانی درست میکنن. و اون قبرستان هنوز هست. اجازه ندادن. و شما میدونید این شهرهایی که درش خدمات ارائه شده و افرادی مردان و زنان خدا اومدن و در اونجا خدمت کردن، چطور در پذیرش پیغام انجیل پیشرو هستند. بسیاری از این شهرها امروز، حالا هیچ وقت این مقایسه زیاد درست نیست، ولی بسیاری از این شهرها وقتی که از لحاظ تعداد مسیحیان و اون نرخ رشد نگاه میکنی، با بسیار از شهرهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. و این نشون میده اون چرا که این مردان و زنان خدا کاشتند ربطی به اون ساختمون و ربطی به اون قبرستان نداره. اگر عده‌ای در ارومیه هنوز قبرستان امریکایی‌ها در ده سیر رو نگه داشتن و حفظ میکنن، نشانی از قدرشناسی اون مردمه. اگر در فراهان هنوز مردم نگه میدارن، نشانی از قدرشناسی. انسان نمیتونه در مقابل هر چیز دیگه شاید بتونه طغیان کنه، ولی در مقابل محبت انسان نمیتونه، مگر اینکه خودش رو به شریر فروخته باشه، مگر اینکه اون اوج رو که بهش میگن ابتذال شر رو تجربه کرده باشه. و اون کسانی که امروز قبرستان‌ها رو خراب میکنن، کلیساها رو خراب میکنن، به نظر من کسانی هستن که ابتذال شر رو دارن به نمایش میگذارن و خدا بهشون رحم کنه. چون حداقل به عنوان انسان ما ذره قدرشناسی و ذره احساس حرمت و احترام نسبت به کسانی که ما رو محبت میکنن باید داشته باشیم. تمام مردان و زنانی که این یادگاری ها رو به جا گذاشتند کسانی بودند که به جای وفاداری به معیارهای انسانی، وفاداری به رسالتی که خدا بر دوششون گذاشته بود رو انتخاب کردند. و این رمز پیروزی مسیحیت و این رمز پیروزی کلیساست. کلیسا همواره به خدای خودش وفاداره، به خدایی که به او وفاداره، چون خدا با او وارد یک عهد شده. و ما خصوصا مایی که از خاورمیانه هستیم میدونیم عهد بستن یعنی چی، حرمت نون و نمک یعنی چی. و اگر خدا با ما در این عهد اینطور وفادارانه ایستاده، چقدر ما باید از این در واقع الگو بگیریم و در این عهد و پیمان خودمون بمونیم. کسان زیادی بودن مثل پدر من که حاضر نشدن اون مومیایی رو در خانه های خودشون یا در کلیسای خودشون حفظ کنن. چند ماه قبل یادتونه توی یکی از همین کلیساها، نمیخوام قضاوت کنم، ولی شاهد برگزاری چی بودیم؟
در یک کلیسایی در تهران متاسفانه ما دیدیم یادبود یک مومیایی، یادبود یک جسدی که خدا بهش رحم کنه. به نظر شما امروز این کلیسای مخروبه، به ظاهر مخروبه مشهد، در وفاداریش به مسیح پیروزه، یا اون کلیسایی که امروز بزرگداشت یک مومیایی، یک جسد رو در خودش برگزار میکنه و بون میباله؟ شاید ازشون بپرسی میگن ما داریم کلیسا رو حفظ میکنیم، ولی اون کلیسا نیست. کلیسایی که درش عیسی زنده حضور نداره یک موزه است که دارید یک جنازه مومیایی رو در بهترین حالت حفظ میکنید. نمیخوام بگم شیطان رو جلال میده، اینجا حرفا نمیزنم، ولی میگم در بهترین حالت. امروز از اون کلیسای کوچیکی که در شهر مشهد برای شما دربارش صحبت کردم و خود من در دهه 60 در اونجا بودم و بسیاری از افرادی که اونجا ایمان آوردن و توبه کردند و همچنان در ایمان هستند رو میشناسم. همین الان در همین یک شنبه اگر یوتیوب هاشون رو باز میکردم، همین الان شما یه یوتیوب میدیدید که کشیش جلیل سپهر داره موعظه میکنه. جوان 16 ساله‌ای بود وقتی خونه ما اولین بارها اومد. کشیش ناصر ویرانی همین الان در کالیفرنیا داره موعظه میکنه در یکی از کلیساهایی که با کشیش کامیل همکاری دارن. در کشیش علیرضا رامی همین الان داره در شهر در تگزاس در دالاس موعظه میکنه. کشیش کوروش بارانی همین الان داره در کانادا موعظه میکنه. همه مال یک کلیسا، یه جمع، بهش میگفتیم گله کوچک، بقیت وفادار. خود من که خب برحال همین الان همسر من میترا منتظمی داره در کلیسای ویکتوری استانبول خدا را خدمت میکنه. خواهر دیگر من راشین در لندن داره خدا را خدمت میکنه. خواهر دیگرم همین الان در همین یک شنبه داره کلیسای خداوند و در کلیسای ایلام در شهر آنتالیا، من آتلانتا هستم اون آتلانتا. برادرم آریا به عنوان ورشیپ لیدر، به عنوان یک نویسنده کتاب‌های الهیاتی و روانشناس داره در همون کلیسا خدمت میکنه. مسعود برادر همسرم شما رو خدمت کرد، همین الان پیانو میزد. تکتم منتظمی خواهر خانم دیگم یک میسیونری موفق همین الان در یک کلیسا در استانبول در بین ترک زبان ها و ترکمن ها داره خدمت میکنه. خواهر خانم دیگم ماکتا منتظمی در لندن در ایلام حدود 20 چند سال عنوان میسیونر داره خدمت میکنه. چند تایی دیگه بگم. که شما مجاب بشید، بلند شید، بایستید و دست بزنید. از یک کلیسای خونگی خدا این همه برای خودش خادم بلند کرد. بسیاری هستن که ما نمیشناسیم، گمنام دارن خدمت میکنن. یه وقت اشتباه نکنید که من دارم تمام جلال رو به این کلیسا و به گروه خونگی خودمون میدم. هاشا، دور باشه این روز که بخوام جلالی برای خودمون متصور باشیم، بلکه دارم یادآوری به خودم میکنم. میدونید الان دارم به خودم یادآوری میکنم که روی این ویرانه، روی این خرابه، فقط چشمامو به اون آجرهای خراب نبینم.
چشمامو بلند کنم و ببینم که چطور اون جفا، چطور اون سختی ها ما رو پراکنده کرد تا خدا استفاده کنه. خیلی دوست دارم این سرود پیروزی هست و یه بار دیگه با هم اینجا بخونیم. مسعود عزیزم بیاد اینجا. جفا همیشه شکل کلیسا رو تغییر میده، ولی عزیزان بارها و بارها گفتم خدا پلن بی نداره. جفا مأموریت کلیسا رو تغییر نمیده. جفا شکل کلیسا رو عوض میکنه، ولی جفا نمیتونه مأموریت کلیسا رو عوض کنه. شکر برای اینکه امروز هم کلیسای ایران زنده است، کلیسای ایران غیوره. من میدونم مردم مشهد هیچ وقت، مردم ایران هیچ وقت خدماتی که ایمانداران از سرتاسر دنیا، از امریکا، فرانسه، اروپا، انگلیس و جاهای مختلف اومدن و عاشقانه پدران ما، مادران ما، پدر بزرگان، مادر بزرگان رو خدمت کردن، از یاد نمیبرن. هنوز که هنوزه توی ایران عزیز ما ماشینت که خراب میشه میگن برو پیش کی؟ پیش یک مکانیک مسیحی. من یادم رادیو تلویزیونمون که خراب میشد در به در میگشتن دنبال موسی قارابپت و موسی آلفرد. چرا؟ چون میدونستن هیچ قطعیش دزدیده نمیشه، سخنشون راستشون راسته. امروز مسیح به این سرزمین داره نگاه میکنه و میدونید یک روز به پتروس گفت کلیسای خود رو بر این شهادت بنا میکنم. امروز خدای ما داره به گله گله، نقطه نقطه شهرهای ما نگاه میکنه. مردان و زنانی که ایستادن و مسیح رو توی خونه خودشون، تو قلب خودشون زندانی نکردن و مسیح میگه کلیسای خودم زهره خانم بر این اعتراف تو بنا میکنم، کلیسای خودم و حسن آقا بر این اعتراف تو بنا میکنم، کلیسای خودم و حسین آقا، داریوش، فریدون، اسمت، جواد بر این شهادت بنا میکنم. و شکر که دنیای ما پره از مردان و زنان خدا که حتی اگر یک بار خدا رو ملاقات میکنن و صداش رو میشنون تا آخر عمر نمیتونن دست ازش بردارن، چون میدونن اونی که شنیدنش، اونی که دیدنش اونا رو ترک نمیکنه. او خدای وفاداره. آمین. شکر برای اونچه که خداوند در پیروزی به ما داده. پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی. پرجلال است، پرقدرت است، پرجلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شبم، جانم غم شبم، باز در تو
سرایم، باز هم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آمین. ای خداوند. بله برنامه خداوند. همچنان جلسه ما ادامه خواهد داشت. هر کسی دوست داره برای دعا میتونین تشریف بیارین و کسانی که بالاخره برنامه‌ای دارن بعد از دعای پایان میتونن تشریف ببرن و در دعا باشیم. تک تک شهرها رو به یاد بیاریم و براشون بایستیم در شکاف، چون خدا پلن بی نداره برای نجات نه فقط ایران، برای تک تک انسان. فقط خدا یک پلن داره و اونم نجات از طریق عیسی مسیح. پس عزیزانی که دوست دارن مایل هستن بعد از دعای من بمونن اینجا با هم دعا میکنیم و دوستانی هم که میخوان تشریف ببرن در سالن با هم صحبتی دارن، حرفی دارن، میتونن به سکوت تشریف ببرند. بالحال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر، شراکت و مصاحبت روح القدس با تک تک ما باشد و بماند از حال تا ابدالآباد. آمین.